سلام بچه ها. امروز میخوام یه کار خاص کنم. قراره خانواده‌مو بهتون معرفی کنم. خب اول اومدم سراغ بابام، اسمش پاتک است. راه میره زمین میلرزه. سلام بچه ها. خب حالا نوبت مامانمه، اسمش پاپونه هست. دستپختش حرف نداره. سلام، ناهار بیاین اینجا، قدمتون روی چشم. و اما سورپرایز امروز، نامزدم پالینا. سلام، خوشحالم که امروز با شما حرف میزنم. من و پالینا قراره به زودی بریم سر خونه زندگیمه. فقط یه غار خوب باید پیدا کنم. پیدا نمی‌کنی که، همش داری ولاگ میگیری. والا آبرو منو پیش بچه‌ها نبر. بچه‌ها شما بهش بگین زودتر یه غار پیدا کنه. خب بچه ها، با خانواده‌ی من که آشنا شدیم، حالا میخوام برم بیرون غار، یه چیز جالب نشونتون بدم. بچه ها اینو خودم ساختم، با باد و خورشید برق تولید میکنه. یه قسمتش هم تو اون جعبه چوبی ذخیره میشه که شبم برق داشته باشیم. ازم پرسیده بودین چجوری گوشیمو شارژ میکنم. اینم پریز برق، راحت میزنم بهش شارژ میشه. اینجا هم سرویس بهداشتی ما هست. جنس توالتمون سنگیه، خیلی تمیزه. اینو ببینید، لوله کشی آبم انجام دادم. خب بچه‌ها، اینم حموممونه. اینو هم با بامبو ساختم، همین لوله کشی آب بهش وصله، آبم از این بالا میریزه. ازم پرسیده بودین چه شامپویی استفاده میکنم. این شامپو نارگیل پالگونده پور و پسران. اینجا قسمت پذیرایی خونمونه. اینم میز ناهارخوری است، خودم ساختمش. چند دقیقه دیگه مامانم ناهار رو حاضر میکنه، باید برم میزو بچینم. خب بچه‌ها، من دیگه باید برم. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. تا ولاگ بعدی، خدا نگهدار.